بله محترم جماعت، موضوع امروزمون هم به آخر رسید. به همتون خیر. محترم حضرت دامولا، من به شما یک سوال داشتم. به خدا که سرم را آمیخته کرده ایستاده است. عجبا شرطهای اسلام چند تا هم و کدام های هم؟ البته محترم جواب میدیم. ما در گذشته این موضوع رو با هجری گپ زده بودیم. کنه بینیم در خاطرش مانده است یا نه. هجری کنه با سوالهای همه جواب ده. مайлаш устод шартҳои ислом 5 тан: калимаи шаҳодат гуфтан, намоз хондан, рӯза доштан, закот додан, адои ҳаҷ кардан. ماشاءالله. آفرین هجری، آفرین هجری. اما جوابتون رو گرفتید؟ با این ساختکار بینگره چقدر راهش رو یافته خودش جواب نداد. ها جوابش را گرفتم. من به شما باز یک سوال دیگر داشتم. حضرت پیغمبرمون در کدام سال هجرت کردند؟ соли 622 آفرین هجری. با کجا هجرت کردند؟ ба мадина. آفرین. هنگام هجرت کردنشان خانهشان را با کی امانت گذاشتند؟ ба ҳазрати алӣ. آفرین هجری. حضرت علی چند سال خلیفگی کردند؟ 5 сол. آفرین هجری. پیش از حضرت علی خلیفه کی بود؟ ҳазрати усмон. آفرین هجری. حضرت علی در کدام سال شهید شدند؟ соли 662 فسبحان الله. آفرین هجری. های کدام از برگون پیغمبرمون را در دشت کربلا شهید کردند؟ پس کن تو برادر، تو چه خیلی مسلمان هستی ها؟ تو چه خیلی مسلمان هستی؟ این را مگر کی نمیداند؟ البته که جناب حضرت حسین را شهید کرده بودندی؟ بس برادر. نمیبیند هیچ چیز را جواب نداد. چرا؟ چون که هیچ چیز را نمیداند با جای خود دیگر کس با سوالها جواب میدهد. این آدم ساختکار است. این ساختکار است. دیوانه با اینجا چه در آمده است؟ دیوانه؟ من دیوانه نیستم. او دیوانه است. من دامولای حقیقیم. بله دامولای حقیقیم. در مسجد داد نزن! این رابینه برای مسجد در آمدن نمودش را تغییر داده است. یعنی در حقیقت هم دیوانه بوده است. برادر من دیوانه نیستم. انا دیوانه این است. آخی این است. دیوانه این دامولای ساختکار است. دیوانه ساختکار از ریش و جامه و سلط شرم دار. برادران مؤمنی عزیزم گوش کنید. این جماعتی مرا دزدید. این دزد است. مسجدم را از من دزدید. دامولای ساخته است. خاموش شو. این آشکارا برای ویران کردن این نماز جمعه آمده است. مرا گوش کن. این را بیرون کن. نامک تو خاموش شو تایلا. من تو را خط زدم. تو علکی در خط سیاهی من هستی. اکا صدقه تو شما من سیاوان را بسیار دوست می‌دارم. انا ببین از اینش رونده از اونش مونده شدم. این چه نکن اکا. تو با من گپ نزن. آخه برادر خطا کرده ایستادید. من اینجا میمانم. من امام هستم. دامولای ساخته این است. این رو از اینجا برید زود برید. ایستید چیکار میکنید؟ آخر از مسجد برادران هیچ کس را بیرون نمیکنند. مسجد همه ما میباشد. یعنی اگر دیوانه هم باشد اون هم در اینجا حق دارد. بله. آقا حالا با تو کارمان تمام نشده است. روزت را میبینی. کارمان تمام نشده است. حالا صبر کرده ایست.